باشد در این وقت شب؟ کی می شود دیگر؟ البته که شوکت است، در قمار بای داده آمده است. نمی کشایم. کنی بینم؟ این دفعه نمی کشایم جناب شوکت. خدایا توبه، این کی است که اینقدر زنگ را می زند؟ کی هستی؟ چی شد؟ من اینجا چیکار میکنم؟ یا خدایا چی شد؟ چی خیلی اینجا افتادم؟ ناممکن است. کالتاکلا زنده نیست. هرگز سری بین مرگ و زندگی را کسی گشوده نمیتواند. سردار، او را دیدم. نمیدانم چه خیل کرده است اما زنده است. مرگ گرفته‌اش را هرگز دوباره نمیدهد. نباید این خیل باشد. باوری داری که کالتاکلاس را دیده ای؟ باوری دارم سردار، او بود. فاروق این تیمور چشمانت رو بشو. فاروق آیسته با دقت باشی. فاروق اما که کم زهرا زود به ماشین شینید. خواهرم اینجا ما رو منتظر شو. مایلش خدایا یاری امانی. خانم میلیس چی شد؟ دیگر جای رفتن نداشتم. امشب در خانه تو میتوانم ایستم؟ بیا به داخل دروی. گوش کن. تو با من گفته بودی که کالتاکلاس مرد. اگر دعوا کنی که اونم مرده است، برای این باوری خودت کافی نیست. مرا باور کناندنت لازم. سردار، این رو در مدت کوتاه اثبات میکنم. چیزی که دیدی مرده است یا زنده فرق ندارد. پیدا کردن نزد من میاری. کالتاکلاس برای زنده ماندنش باید با مرد داد و گریفت داشته باشد. او رو حتما نزد شما میارم. رفتیم. رسیدیم. فاروق طاقت زودتر باشه. زودتر شوهرم بمیرم.
جزدانم رو دید و میلی زنگ زدم مامان جون زودتر خدایا پسرم رو نگهدار مامان جون پسرم رو بگیر. با خدا هیچ چیز رو نمیفهم. آدم چه خیلی بیرش رو از خانه پیش میکنن. گرچه بابایت باشد هم دیده بودم دامادش رو با ملتیق چخیل پیش کرد. میلیست ببخشو اما بابایت کمی دیوانه است. وای من تو وقتی که برای خود جای پیدا کنم میتوانم در خانه تو ایستم. چی ها میگویی؟ البته میلیست. رحمت بیا میلیست بیا. برای درگان لباس یابم. چیز میگویم نو نیست و مهمش که خشک است. ها رحمت می شود. گیر اینها را هم پوش. یعنی تو لباس هایت را عوض کن. من هم رفته عوض میکنم. منش تشکر زیاد. فاروق ما رو تنها نگذار من و دخترم با تو این جایی که داریم التماس تنها نگذار ما فاروق ما رو تنها نگذار لطفا چشمت رو پوشا فاروق چشمت رو پوشا فاروق با این جوشیده بابا جون آهسته با دقت باشه فاروق بسیار زیبیده است. با فکرم خنده آور شدم. نه زیبیده است. اینجا قهوه نوشیدیم یاد داری؟ و چقدر زیبا بوده است اینجا. از برای شما شد اول حیات دخترم رو برباد داده فاروق همه غم رو با دل گیره عاقبت دلش طاقت کرده نتوانید تاب نآورد زندگی ما رو تلخ کرده. اینجا را با آنجا مقایسه کنی یک خرابه‌زار است. اینجا بهتر است. کاش اینجا زندگی میکردم. این دختر را نفهمیدم. اول تو رو با یک نفر شناس میکنم گفته بود. آنجا یک کنیسر دیوانه مرا پیش کرد. باز مرا از خانه پیش کردن گفته به خانه من آمده است. تو پیشم نکنی نمیروم. نه جانم چرا پیش کنم؟ این دختر حافظش رو از دست داده است. چه بالا عجبا مرا نشناخته است. مثل جنیفر لاف زیبا است. حاضر وقتی پرسیدن اینها نیست. ولی این مسئله رو حتما باید جستجو کنم. آی یا خدایا. تلفن نمی بردارم. اقلا الا بگو. گپ زدن نمیخواهم. میلیس دخترم جواب ده. در کجایی میلیس؟ جواب ده با تلفن. این خیل نکن. پدر و مادرت خواتیر می شوند. خواتیر شوند با قدرم میرسند. به فکر من یک پیامک فرستی خوب می شود. نمیخواهم جواب نمیدهم. خیر خودت میدانی. آنها را اینجا گذاشتم تا که خوشت به اینها شود. بسیار زیبا شده است. مکانی راحت است.
به داخل درآ چون که اینجا بسیار خنک است. نه خوابش برده است. میلیس خدایا این چه خیر شد؟ میلیس خدایا توبه. خدایا میلیس کمی ایستا. تو در حال دختر رو از خود میکنی. فکر کن تو رو میشناسد یا در اول دوملوسی ها حاضر احمد میگوید. نه این خیل نمیشود. باید حافظم را به دست آورم. پگاه اول نزد دکتر میروم. جناب دکتر پسرم چی خیلی است؟ اما کم شفا مییابند جناب دکتر. از نماز دیر ماندم. خیز دامولای ساخته بودن اداش کار می شود. دامولای دیوانه از مفتیات اجازت گرفته است. یک چند روز آمده نمیتواند. همین خیلی نیاکه خلیل. به خدا با سری اوچی های که نامد. همین دامولای دیوانه است که سرش رو همیشه به بلا میموند. زامبی گفته گشته است. در این زمان زامبی نمونده است. درست میگویی؟ یک چیز گویم بچه ها. به نزدیک مفتیات این رو از امامی میگیرند. حالا میبینید شما. روایت دیوانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه بچه این به نمازو هم همین جنکو. خیلی نگوید باز نمیرزم. نماز را لکه خوندم. یه بچه این کی است؟ از مفتیات هر جا باشد یک چند روزه امام روان کرده. با فکرم امامی نه. خوب است مناسب می نماید. استادم اومده است. استادم اومده است. نیسته با کجا میروی؟ با من چیز شد به فکرم. خوب دیده استادم چی؟ هوا دیه مرا. من هم خودگیرم خوب نیست که خوب نیستم. بچه ها مولای دیوان حق است که کسی جانش رو دوست بدارد گریزد. بچه ها گریزد. بگریز هیچ بچه بگریز نخیرتا بایا. چی شد؟ هجری؟ و این جماعت چی شده است؟ استاد شما رو دیدن هدیه‌گیری رفتم. استاد خوش آمد دیگه سجان.
خدایا توبه، این جماعت کجا رفت؟ با خدا نمیدونم استاد هر دویمون تنها هستیم. یک سوال پرسم از شما، التماس استاد. سوالت را نپرسیچ، سری من هم گرنگ شده است. یگان وقتی دیگر میپرسی. مایلش استاد، هیچ گپ نه. در مکتب اومدم میپرسم، تو بازدید استاد. خیر. مکتب؟ کدام مکتب؟ کاری کرده شما رو ببینید، از پشت شما شدن نماز بامداد قضا می شود. اکا نمیشه که همه هر سهر میرایی در روز نرمو نماز بامداد در خانه بخونیم. چی میگویی تو بینمک؟ در مسجد محترم دامالا زیان نماز خواندن برابری خانه است مگر؟ اکا این نمیگ یک به عقل است. ثواب نماز جماعت رو از کجا میدونده؟ شرف ای خود رفته استی خود حرمت که بچه در عصبان نرست که میپرنم تایلاقچه. من میگویم که تو رو پرانم، چون که تو در این جهان یک آدمی نادرکار هستی. میدونی من کیم؟ خاموش شوید، خاموش. در این صبح صادق با وجودتان شیطان در آمد. گوش کنید، مجبورم نسازید که هر دویتان را میپرانم. گوشاتم میپرانم. حالا صبر کن تو. یک دیگر را نگاه نکنید، بیرون را نگاه کنید. خدایا توبه، با این جماعت چی شد؟ هیچ نفهمیدم. با پسشان نگاه نکرده گریخته رفتم. نفهمیدم. این بوقا کی است که این خیل ماشین میراند؟ اکا اجازه ده منو رو پرانم. کنی براید. خدایا این دیوانه ها چی خیل ماشین میرانند. اکا آنا ماشین، این همون ماشینی است که با آدم سقراط کمک کردنگی بود. کنعان دیوانه. ماشین شیرین تعقیبش میکنید. اوه سردارم، اوه این خیال های کرتکل چی چیزهای به سر شما نآورده؟ انا بینه دستکار پیش کردن. من گفته بودم دیگر گفتن نمیخواهم، اما یعنی چند بار گفتم سردارم، شما ما رو گوش نکردی. لوند، از برای خدا پسرم خاموش باشه. خاموش باش، به این هم خشمگینم. سردارم این ماشین کنعانی دیوانه نیست مگر؟ اینها کی رو تعقیب میکنن؟ به من چی؟ کسی رو تعقیب کنن تعقیب کردن که. سردارم با بینیم بوی نقش آماده ایستاده است. بیا التماس آنها رو تعقیب کنیم ملش سردارم ها. یک دقیقه من یکی میپرسم از شف لوینت در سر رول مایم. اکشن. ماشین بردم ساز کردم، نگاه چقدر زوادید میشم. ماشین رو پوشاندن لازم. با این طرف و با اون طرف رفته او را یافته نزد من آره. برم لوینت آمد. کی هی؟ کنعانی دیوانه چی گپ است در دست سیلا داری؟ باز از پس کی هستی؟ 3-4 سم خدا داد دست دنیا را بسوب فکر کردی؟ از پس کی شوم برادر؟ سقراط لعینی که دامالا زیا را کشته بود، از پسی آن هستم. مرا دامالا زیا میگویم. من نمردم. این دیوانه ها چی میگویم؟ مردک در کاری پلیس تو چی بونی قرنت همی خلونیا؟ خاطری کرتکل از دستگیر کردن کاری پلیس است، یعنی کاری لوینت است. تو نید چی ها میگویم؟ نمی شود برادر، نمی شود. تا آن آدم را نیابم، انتقام دامالا زیایمون را نگیرم، خوابم حرام است. مردک بس است، کرتکل است. اینه مردک خوشبرو تا ببین، ای پشت همون کرتکل است، ای وظیفه‌اش سبک دوشش کردن. خاموش. کمیسر رو از وظیفه‌اش گرفتن؟ کمیسرم، و چرا از وظیفه گرفتن نه؟ ای شونی کنان، اروای کرتکل است این مردک ازد. 100 بار گفتم که بیاید پشت زنده ها بگردیم، این خوشبرود باشه که پدرش با هیچ کنن. خاموش.
همه کسا لوینتا گوش کنین. این مراتبه به خاطر سردارم تو رو میبخشم کنانی دیوانه، اما بار دیگر تو رو بینم باور کن با مرکز میبرم در شوبچه زدن این میکنم که مرده کلتا کلاسا بگردن میگیری. در تپاتو نخد هر که بخونه خد نمو گوشه که متر در زندگیم بدت ببینم. گوشه میشه پلیس رو ببین چه خیل گپ ها میزنده. مرا لوین میگن گپ ما یک بار تکرار میکنم. نمو بزم نگه نکن ما ایت قرضدار است گوشه ای گوشه چشم خودت چموی بلاخت یا رفت می سردارم قطعی بی سوادم خیلی گپ زدن در کن سیاستش نادن در کن. نمو چی نگاه داری گوشه آلیدین تزک رنگ نمدم چشم را نمیدم. نمو بعد نگاه میکنم گویا که ما قرضدار باشم. یا خدایا اینها چی میگوین؟ چی کار کردن؟ یا با من چیزی شده است نمیفهمم. توبه من خواب میبینم مگر خدا چی گپ است؟ انیق کسی دروغ گفته است که من مردم. جماعت این گپ را باور کردم مرا مرده گفته از مسجد گریختم. یا خدایا خیر کمی خواب رفته راحت کنم. همینجا دراز میکشم. فاروق مرا تنها نگذار فاروق، التماس تنهایم نگذار. من به تو چی خیل زندگی میکنم. آرامش فاروق پسرم مرا به درد فرزند گرفتار کرد. اماک جون این کار چی خیر شد عقلم نمیگیرد. چی خیل شد گفته؟ من با تو میگویم شما او رو کشتید، شوهرم را شما کشتید. هر دویتون قاتل هستید. قاتل خیزم اکنون. چی شد؟ این چی است در سری من؟ خدایا توبه این را بین؟ چرا من جیلک پوشیدم؟ توبه این چه گپ است؟ به خود بیا. خدایا این چیست؟ من دومالا هستم؟ به خود بیا. هم استادی دین هم دامولا هستم مگر؟ توبه استغفرالله گوشم در سرم نیست. من کی هستم ها؟ کی هستم ها؟ چه گپ باشم؟ نفهمیدم. صبح بخیر احمد. صبح بخیر. وای من میگویم با خونه رفته یک دو چیزم رو گرفته بیارم، گرچنده با اونجا رفتن نمیخواهم. این خیل نکنم آیلت هستم تشویش میشم. تمام میروم گفتم کو دوملوسیو. دوملوسیو؟ وای یعنی احمد گفتنی بودم. میلیس از من چیزی را پنهان میداری؟ ای نه جانم چرا از تو چیزی رو پنهان کنم؟ یعنی چی گفتنت رو تماما نمیفهمم. متاسفم. این کلید را گیر شاید گشته بیایی من نیستم میکشایی. تشکر زیاد آدمی خوبی. چیزی نیست. این دختر چیزی را پنهان کرده ایستاده است. ولی چی؟ زاغ سیاه هستم، استاد احمد هستم، دامالا زیاه هستم. کی هستم من؟ این را حتما فهمیدن لازم. چی خدمت؟ با سپارش سود برای تحقیقات مرگ فروخ شملی آمدیم. تحقیقات گفتید؟ بله. اما چی خیر؟ یک طرف استید ما داریم. امک اکرم پلیس ها برای بازپرسی مرگ امک فروخ آمدند. پلیس ها گفتی؟ جناب پلیس پسری من از حساب دلش مرد.
یعنی به فکرم تحقیقات کردن از اون لازم نیست. برای مرگ فروخ شلی از بلایتون شکایت کردن. شکایت؟ کی شکایت کرد؟ من شکایت کردم. جناب پلیس، این بابای دخترم می شود. دخترم رو با شپات زد. دل شوهرم تاب نآورد. دلش زد مرد. کلین خاموش باش. خاموش باش. مانید گپش رو گوید. دخترم رو نمی یابم. التماس دخترم رو یابید. جناب پلیس، التماس دخترم رو یابید. با سرش باز یکان فکری بد ناید. التماس دخترم رو یابید. به او زندگی کردن نمی توانم. خدا رحمت کند. جناب یک لحظه، این قاتلانی گناهکار رو نگرفته با کجا می روید شما؟ با کجا؟ مادر؟ با شما چی شده است؟ ملیس. مادر اینجا چی گپ است که همتون جمع شدید؟ پدرم کجاست؟ اینجا پلیس ها چیکار میکنن؟ چی شده است؟ یگان جواب دید آخر. مادر؟ اشیاهای پدرم چرا اینجا هستن؟ ملیس. یگان جواب دید آخر. ملیس. ملیس جون، با پدرم چیزی شد؟ ها؟ ملیس جون، دیروز بعدی رفتن تو پدرت دلش زد. ملیس، پدرت رو از دست داده. شما دروغ میگوید. نه پدر ماما جان گوی که اینو دروغ میگوید. پدر جان سردارم التماس یک بار ما رو گوش کنید. به نزد پسیخولوگ رویم. التماس وگرنه با این خیرهای کارتکلاس انی خراب میشویم. همون سردار امنیت به شما گفت کو این خدا در شعبه امنیت خدمت کرده. اگر این خیلی رفتن گیرد آبرویت پس می شود. از چهار پگانه که داری میمانی. بعدی وظیفه شما را ماده میتم. بعد مرا نمیفوره. کدام وظیفه لیون؟ کدام وظیفه؟ از پشت کلتکلا زنم مرا ترک کرد. حیاتم محو شد. تمام. من باشم میگم که شادانامه و سلاحتان رو سپرید. از این پس سردار من میشم. بعد از پسیخولوگ رفته شما رو تبابت میکنیم. بازگشته با تشکیلات میویم. فهمو؟ اعتراض نکنید. میرویم. ای رب با همین پسیخولوگ اخرم در جایش هست. خدایا کلتکلاس باز در همین جا اینجا چی کار میکنن؟ کلتکلاس لیون کلتکلاس بزار کدیم کلتکلاسید با کسانت کلتکلاس میگویم کلتکلاس میرود بای. تمام سردار خدا قربان از خیر آرام باشه. سردار خوش کنم آرام باشه.
باشه. کارت کلاس نیست. کارت کلاس اول رفت مردم هزار خیلی قدیم و کارت کلاس میمونی یک دم آرام نفس بکشه. کارت کلاس کی بودنم رو اینجا میتوانم بفهمم. رفتیم برادر. سلام، نزد جنابی محمد آمدم. مرحمت در اتاقش هست. یوردی و سردار من یوردی. اینا با به موخانه رسیدیم سردار. زود باشه دید حالی سردارم بسیار بده. سردار در اینجا کارت کلاس نیست. برابر سردارم تمام خدا دو با دست گیرید. انا در به موخانه رسیدیم. اپا جان تیز همین دولانی سردارم بینه که بینه که 180 با 20 همین خیلی تنت کردم مگه دست میسونه. آنجا گذاشته شینه التماس نوبت رو رعایت کنه. خیلی نمیشه ما یگان خیلی نوبت پابات انتظار نمیشه. ما پلیس ما دا به نوبت باید داره. این مردکه می در پشت سودا نمیتونه. بمبر جو بیره کی میتای؟ التماس گذاشته شینه. تمام سردارم آروم شو سردار. اکا جان احوالش گنده بده. تمام به این طرف گذارید. تمام سردارم تمام نوبت گرفتیم. لحظه شبیه رنگ ویبراسیون می لرزه. سردردگی یک طرف این طرف چه خدمت میبینیم. جناب اونر مرا میشنوید؟ سردارم میشنوید دکتر چی میگه؟ میشنوید؟ اونر جان آرام باش آرام. من در کجایم؟ جایتون امن است جناب اونر. دردتون رو خوب میفهمم. راهی تبابتش ساده است. کلت کلاس گفتنی گپ نیست. این در نظرتان میتابد. دیدید دکتر چی میگه؟ شنیدید؟ آها. اما جناب دکتر این خیلی آدم هست میبینم. او رو در همه جا میبینم. کسی رو که میبینید سال هاست که مرده است. حتی با جناب لیوین در جنازه‌اش اشتراک داشتید. سردارم دکتر مرا پرسید که چی درد داره. من همش نقل کردم. انشالله که خوب تبابت. معلوم است که کلت کلاس در حیات شما تأثیری کلان گذاشته است. برای همین پیش نظرتون میتابد. اما جناب دکتر 1 سال بود که او رو ندیده بودم. نو دیده شدم. بله چه چیزهایی ندیده بوده؟ این خیلی کارها میشوند. این حالت ها میتوانند به معاینه‌تان تأثیر جدی رسانند. مردم اینقدر دردی زیاد داشتن. زود باش برادر. کاری میکردگیتان آسان است. وقتی کلت کلاس رو دیدید تو نیستی بگویید. دیدی؟ اوه. خیال هایی که شما میبینید میتواند به شما تأثیر فیزیکی رساند. پایتان رو زیر میکند. با شما گپ زدن میخواهد. حتی شپوتی میزند. ای خدا نگاه داره. شما طوری رفتار کنید که گویا آنها را ندیدید. به شما یک دورو می نویسم. اگر درست استفاده کنید دیگر خیال ها را نمیبینید. رحمت بر پدرت. رحمت دکتر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد. سردارم شما در بینو انتظار شوید. من می دکتر گوشش یک تاهم میتم پلوس میتم کن اینجا بیو. چه خیلی که کسل دروغ گفتی مرا دروغ نگو. راست شو بگو. همین کسل سیاد میشه و کم خیلی دیونه میره. و اینجاست. جناب دکتر انا وای در اینجاست. وای کلت کلاس در اینجاست. انا وای انا جناب اونال کسی نیست. این رو لحظه دکتر گفتی سیاد میشه و دیوانه تر شد کو. داروها رو منتظم خورید. گفته هایم رو اجرا کنید. اگر کلاس رو بینید که اینجا نشسته است پروا نکنید. سلام داده رفتن گیرید. به قفایتان نگاه نکنید. دانتا بگیره گوش کن. اگر گفته هایم رو اجرا کنید زود شفا میابید. تکرارا خدا شفا دهد. مالی ماش ما میگیریم پول تمیارم. خب شنیدی دکترم از این پس ما از کلت کلاس نمیترسم. او از ما باید بترسم. به این هم نیست کو. چرا از کلت کلاس ترسم؟ بله سردارم دورات سری وقت
دیونگی را بس کن شوشا زنن میتم زیغ نشد جاری من میگویم لوین من وای رو دیدم با چشمم دیدم یک دقیقه با من گوش کنه از همون دارو یک تخوره ان شاء الله خوب بشه دارو که دکتر داد کجاش کردی تلفن چی سمی تعزیه‌ام رو قبول کن اکای فاروق وفات کرد چی جناب دکتر من حافظم را گم کردم نمیابم در کوتاه‌ترین مدت حافظم را یافتن لازم برای همین آمدم فهمو جناب احمد برای طبابت شما تنها یک راه هست این هم گیپنوز میلش گیپنوز چیزی که هست طبابت کنید درس میدیدی مثل فیلم های عاشقی آواز رو سنجیم 1 2 بانو خانم بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو همش طوریه We use the future perfect continuous tense to say that something continue until a particular event or time in the future. For example, in April she will have been teaching English at Uslan Mazhar School for Fabiers. همه انگلیسی را که نمیفهمده درس هم نمیفهمده بله برادر بسیار دلگیر شدم من یکون چیز رو نمیفهمم مرم رنگ همه انگلیسی را که اولش نباشه آخرش هم نمیفهمده You can't understand because you're an idiot. Because you عجینه خودت عجینه فهمیدی؟ بچه ها Let's do an example. Jennifer Bill has been living with house. Come in please. بانو جان از صبح تا حال درس گذاشتید گرسنه نشدید با فکرم فشارتون پس شد جانم لیمونچویتون آوردم What hell are you doing here? نه معلمه شما رو نفهمید وای انگلیسی رو بمبا میفهمم چی؟ کودک خیر کجاش رو نمیفهمم وقتی که من انگلیسی را میدونستم انگلیسی را سوز گپ زدن نمیتونستم ایدو وایس معلمه اما گشنگی به انگلیسی چی میشه زتی چه گشنیم چی اینا توغری گفتم توغری اما در هر جا تغییر مییابد sorry Mrs. Bano I took is food I took is food potatoes food for you برای تو Mrs. میسیس من فکرم دختری شوهردار رو میگفتم میستر باشد موسفیده کنم این شوهر نداره من فکرم میس میشه میسای علمینه اخ خدایا میس سوری میس بانو بیده هنک شمانو میس بانو I got for you potato in the chicken for you only for you اینها رو گرفتن زود و بیرون را No excuse me no You are angry because you are angry جناب احمد اکنون چشمانت رو پوشید پوشم؟
در روی یک اقیانوس پرواز کنید. چه خیل در روی اقیانوس پرواز میکنن؟ مگر پرنده هستن؟ اینش رو فکر نکنید، گفته مرا کنید. در بالای یک اقیانوس رفته ایستاده. خب کدام اقیانوس؟ اینش رو بگید. مهم نیست، اقیانوسی کلان باشد. چه خیل مهم نیست. میرویم اما فکر بازگشت را کردیم. جناب احمد به گیپنوز خلل میرسونه. بخشش نفسی چقدر گیره. آرام ایستید. نفس خالی شد. تنها خودتان رو فکر کنید. دیگر هیچ چیز رو فکر نکنید. من حاضر از رقم 5 به قفا حساب میکنم. 0 که گفتم خوابتان میبرد. بعدا تنها به گفته های من حرکت میکنید. 5 4 3 2 1 0. بله جناب احمد، از شما 6 ماه پیش در کجا بودنتان رو میخواهم دانم. حاضر در کجایید؟ نمیدونم. در یک تاریکیم. چی رو دیده ایستاده؟ هیچ چیز. تاریکی. Mrs. and Mr. Afsiz خانمان afsiz جنابان. And I got to do. She said in why night? No sir, night. Bonu, Rostigi, I love you. It is for you. زود برون بچه ها گرفته براره درو. No. شوکت میرینجی. میزنم چوزانو در عشق بانو. چه گفتیم بچه ها؟ خواهش میکنم. زود برون برو میگویم. خانم بانو من دست رو ویران کردم. معذرت میخوام. شما و بچه ها رو تنها میگذارم. همون کشکا رو گرم و گرم بخور که دنبلا گفت که خنک شود تاثیر دا کم میرسه. من رفتم. اساسا میرم. اینجا بیا. زود اینجا بیا. اینها رو گرفتم و برون برا. No. گفتم که نو. لطفا اینها برای شما هسته بانو جان. بچه ها لطفا همین معلومتون رو بفهمونید. در نوروز کارچکه بیرون خوردن ثواب نه. برای کار نوروز مبارک. توی قطاره مرم. ویب کوی کاش که بجای معلومه من نبودم. بچه ها خاموش شوید. خاموش شوید میگوید. حالا هم چیزی رو نمیبینید؟ دکتر من 6 ماه پیش در کاما بودم. چی رو میبینم؟ تمام. این خیلی باشد 1.5 سال پیش رو میبینید. حاضر در کجایید؟ در یک جای تاریکی. چیزی ندیده ایستادید؟ نه مثل که یک آدم را میبینم. یک آدم را؟ میدود. دیوانوار میدود. دویده ایستاده است؟ مثل که از چیزی گریخته ایستاده است. این آدم باید شما باشید. ندیده ایستادم. در رویش نقاب دارد. نقاب دارد؟ بله. فهمو نقابش را کشید. کشیدم. اکنون چی میبینید؟ هیچ چیز. نقاب. این نقاب را نیز کشید. کشیدم. اکنون چی میبینید؟ باز نقاب. شد جناب احمد. حاضر از 3 به پایان حساب میکنم. بیدار میشوید. 3 2 1 0. چخله جناب احمد؟ خوبم. متاسفانه کاری کرده نمیتوانیم. حافظه‌تان رو از دست دادید. گذشته‌تان رو دیده نمیتوانید. یعنی چه شما کاری کرده نمیتوانید؟ چی میشود؟ وای آدمین خوددار کی بود؟ احتمال کلان است که شما هستید. از تأثیر چیز مینتون خوب نیست. خودتان رو نمیشناسید.
آن نقاب باشد بین شما و گذشته‌تان پرده شده است. حافظه‌تان را که از دست داده اید در زیر نقاب رویتان را دیده نمیتوانید. تماما گم شده رفته اید. از برای خدا یابی دکتر جان. کاری کرده نمیتوانیم. هفته آینده باز گیپنوز میکنیم. میبینیم چی میشود. نیه یعنی یگان نمودی تبابت وجود ندارد؟ در این خیل حالت ها انسان ها از گذشته یگان معلومات مهم پیدا میکنند. حافظه‌شان برقرار میشود. یا اینکه یگان ضربه خورد حافظه‌شان برقرار میشود. شما نیز در کوتاه ترین مدت به سرتان باید ضربه سخت گیرید. ضربه خوردنم لازم؟ بله. همینش نمیرسید. بله جان شما هیچ خواطر نشوید. مایلش در حال از نظر میگذارم. تمام تا بازدید. کمتر با دقت شوید نمیشود ها؟ سوختم خانم جان سوختم. معاف شدم. پرابلم چیست؟ صاحب این مکتب زنگ زد. میگوید طلبه که صنف را آتش زد پیدا کنید و ضررش رو از پدر و مادرش ستون. یعنی هیچ کس مانع شده نمیتواند. گوش کن خانم لطفا مرا با دقت گوش کن. وای طلبه که در را محکم کرده صنف را آتش زد کو برای یافتنش باید تمام طلبه های صنف را کفتکو کنی. تو رفته معلم شیرالی را دعوت کن. بعد از تنفس به صنف حمله میکنی. تمام. باز به هیچ کس نگویی. خاموش میستم. سلام. امروز کمی ناراحت مینموی. با تو یگون چی شد مگر؟ چیزی نیست رحمت. چونین نمینموید؟ شده باشد شده است. با تو چی؟ چرا من رو غمخوری میکنی؟ غمخوری نکن فهمو؟ رفت. کرده ایز دختر را از آن خود میکند. ندیدی مگر دختر از پیشش خسته رفت. گوش کن عشق بزرگ از نفرت آغاز میشود. شاعرانه گفتی. من این دختر رو به این ابله نمیدهم. تو فقط گپ میزنی و خلاص. این کارو چه خیل میکنی تو؟ از بطن نشان میدیم. این کلیدی که از تیریزه پرتفتی نیست؟ دیرکتور کسی رو که صنف را آتش زده است کفتکو کرده شده است. خای من باشم این ابله رو تا بعد از مکتب پیش میکنم. فهمیدی؟ دختر با من میمونم. اگر او در نزدش نباشد کاری من آسان میشود. یک لحظه تو جدی میگویی؟ صبحان باشد امروز از مکتب پیش کرده میشود. رسمی بانوی من در کجا باشه؟ بانو جانم کجایی؟ اینجا بودسته. بانو جان در عشق تو شوکت غریب و بے نوا. به خدا پیش عشق تو هم یه صغره بیچاره بودم. من کیه؟ یه خوری زاغی سیاه آدمی نقابدار من هستم مگر؟ این چه علاقه داره؟ به طور خودم استاد دین هستم. من به این چی کار دارم؟ خود با خود گپ زدن رو سر کرده. با خدا اوسته کانتاکیلیس هست؟ یا خدا جانمه
шавкатро дар паноҳат нигаҳбон бош. Роҳашро шод гардон, ҷояшро ҷамъ, манзили охираташро обод созу дар назари ман натовар. Ё худоҷон, ин ҳамааш дар хаёлам аст. дар он ҷо ҳеҷ чиз нест, медонам. ба худо ин хаёл несте, дар ҳамин ҷо аст. бонуҷон. ҳа, чӣ мегӯӣ? мумкин аст ман аз ту як савол пурсам? чӣ мепурсӣ? наздик биёед, як чизро ба шумо нишон медиҳам. чиро нишон медиҳӣ? як чизе ки то ҳозира надидаиша. наздик биё. бону амиро мешиносӣ? киро? калтакеласро. калтакеласро? калтакелас аст ку? медони калтакеласро? ӯ барои ман бародарам мешавад, акам мешавад. раҳмати ай дунё гузаштагӣ ёдуш кардем. кадомаш бародарат аст? ана ҳамоне ки дар бари шумо аст ку? магар намебинед бону? худоё тавба кардам. туро ба ҷои оне ки ба девонахона баранд ошхонаро доданд. Девона ҳастӣ магар, ҳа? ай, безор кардӣ. бонуҷони ман рост мегӯяд. ман девона шудам. дар ин ҷо расми калтакелас нест, аммо ман мебинам. хоҷа бигӯ ки манам девона манам. дар ин ҷо расми калтакелас нестай дар назарам метовае. ҳолиам дамиҷае, ба худои дар назари ман нест. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ин чӣ ҳол аст? муҳтарам директор, аз шумо як чӣ пурсам мумкин? аз ман ҳеҷ чиз напурс. рафта қаҳва биёр. тамом, меорам. аммо аввал ба шумо як суратро нишон диҳам. бисёр гап назан. ҳар чӣ гуфтам амонро иҷро. тамом, муҳтарам директор, ман рафта барои шумо қаҳва меорам. пулча тайёр кун, аз ман меорам. иззаткан ин ҷо биё. баги сурати амира дафт кардем ҷа. ҳозир мегирам ҷаноби директор, ҳозир. ҷаноби аҳмад вақте худашро тағйир додааст, расмашро низ тағйир диҳад. бисёр хуб. ва биё инҷоро тоза кун. ба даст дер мондамам. боз мудир сарзаниш мекунад. اینها کی هستند؟ دستانت را بالا برداشته و بیرون برو. یگان کاری خطا نکن. نباشد میپرانم. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ شوخی نکن. باز نشناخته است ما را. بسته به ماشین پرتوید. چرا میبندید برادر؟ در بین شهر بخیر است؟ بسیار گپ نزن. دردت را به سقراط میفهمم. سقراط؟ او کی است؟ شما چیا میگویید جناب؟ ما را نمیشناخته است. پروا نکن، او تو را میشناسد. ولی پیشکی بگویم که این بار با بهانه من خلاص نمیآیید. چرا نگاه میکنید؟ بندید او را. سقراط بگو عجله نکنه. خیلی که نباشد خودم میآیم.
بودم. اقلا یک رسمش رو میگرفتیم. رفته به سردار چه خیلی اثبات میکنیم که این بیناموس زنده است. بیا رفتیم. دوست داشتنش رو تقیم میکنیم. ما رو به نزد اون میبرد. چند بار با تو گفتم که به اجازت من از خانه نبرو. به اجازت از کیسم پول نگیر. پولها رو به کجا مصرف کردی؟ گمزن گفتم. شیطان. من به تو بگم گمزن. چرا قبل نمیزنی؟ یا خدایا این چی روزی سیاه هستن؟ مشکلی های این مردم مرا میجویند و من چی؟ اوف، زهرا را بسیار یاد کردم. لعنت به این مرد. بیا تو چیکار میکنی؟ چی خیلی به خانه زده در اومدی؟ تو چی حق داری ها؟ چرا این زن را میزنی؟ گم شو از خانم. زنی من از خواهم رو میزنم. کنی بینم چقدر زور است. زرده مرا سرم برد. همین خدا. یا خدایا. من اینجا چیکار میکنم؟ خانم شما کی هستید؟ بخشیش خانم من اینجا چیکار دارم؟ حادثه ها را ببین. در خانه که کسی را نمیشناسم من چیکار میکنم؟ نفهمیدم. با دکتر رفتم بدتر شدم. مرا گیپنوز کرد. حالا هم زیر تاثیر گیپنوز هستم که چیزی را نمیفهمم. لعنت به من. خواستی رفته باز با این معینه طلبه ها را درس دهم. برادر من نمیفهمم که چی کار کردم. استاد بخشیش قهوه‌تون تا همینجا را آوردم سری فرزند رفت. حاضر رفتن نوشو میبیرم. خداوند ما رو در پناهت نگهبان باش. آمین. یا خدایا